سلام برای بچه‌ها، امیدوارم حالتون مثل همیشه خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم علتهای جفتگیری نکردن دو تا توتی رو با هم دیگه بررسی بکنیم و چند تا راهکار بهتون پیشنهاد میکنم که هر کدوم راحت بودین انجام بدین. پس قبل از استارت این ویدیو رو لایک بکنید، چنل رو سابسکرایب بکنید، حتما زنگ نوتیفیکیشن رو تکون بدین. میدونم که یه 3 ماه هست ویدیو نذاشتم، خاطر مشکلاتی نمیتونم ویدیو بذارم. اولین دلیل اینه که پرنده شما هنوز به سن بلوغ نرسیده یا به صورت آماده اونها رو پرنده فروش به شما به عنوان پرنده بالغ اونو به شما فروخته، ولی در واقع اینا 2 تا جوجه هستن که هنوز به سن بلوغ یا هم 6 ماهگی، حالا بعضی از پرنده ها تغییر میکنه سن بلوغشون، اونا به سن بلوغ نرسیدن و نمیتونن جفتگیری بکنن. و دومین دلیل اینه که ممکنه پرنده های شما هم جنس باشن، یعنی اینکه یا 2 تاشون هم ماده باشن و یا هر دوشون نر باشن، که در این صورت بهتر اول جنسیت اونها رو مشخص بکنید و بعدش براشون جفت آماده بکنید. شماره 3 اینه که به دلیل-های مختلفی ممکنه پرنده ها دوست نداشته باشن که با هم دیگه جفتگیری بکنن. ما در واقع اونا رو توی قفس میندازیم و به زور مجبورشون میکنیم که با هم دیگه جفتگیری بکنن. ممکنه مثلا توی ذهن یکی از پرنده های شما چیزی بگذره و نخواد با اون پرنده جفتگیری بکنه با پرنده مقابلش، یا هم پرنده نر هنوز اقدامات برای جفتگیری رو انجام نداده. مثلا توی طبیعت پرنده نر میاد و برای ماده آواز میخونه، غذا جمع میکنه، شکار میکنه، یه هدیه‌ای براش آماده میکنه و میاره، ولی توی قفس این ممکن نیستش، چون ما داریم اونا رو مجبور میکنیم که با همدیگه جفتگیری بکنن. و بهترین اتفاق ممکن اینه که اونا رو توی یه قفس بزرگ رها بکنیم و چند تا پرنده رو کنار هم دیگه بذاریم و صبر بکنیم تا خودشون جفتشون رو انتخاب بکنن. پرنده های نر معمولا توی طبیعت بیشتر حیونا اینجوری هن که توی طبیعت نرها میان با نرهای دیگه مبارزه میکنن و ماده ها رو به سمت خودشون جلب میکنن. یه دلیل هم وجود داره، اختلاف سنی زیاد. ممکنه که پرنده مثلا ماده سنش کمه ولی به سن بلوغ رسیده، ولی پرنده نر سنش زیاده و پرنده ماده نمیخواد با اون نر جفتگیری بکنه. دلیل دیگه هم وجود داره که 2 تا پرنده قبلا با هم بازی بودن و دوست بودن، الان به سن بلوغ رسیدن و شما میخواید اینا رو جفت بکنید و ازشون جوجه بگیرین. خب قطعا اینا همدیگه رو به عنوان دوست میبینن و هیچ وقت نمیان با همدیگه جفتگیری بکنن و دقیقا همین اتفاق برای من هم افتاده بود. 2 تا جوجه سریلاکی من گرفته بودم و وقتی خواستم بعد از اینکه بزرگ شدم فهمیدم یکیش نر یکیش ماده است. وقتی خواستم اونها رو توی قفس بندازم و بخوام ازشون جوجه بگیرم این اتفاق نشد، چون اونها همدیگه رو به عنوان دوست میدیدن و به عنوان جفت همدیگه رو نمیدیدن. دلیل دیگه اینه که محلی که قفس پرنده رو گذاشتیم جای درست حسابی نیستش و جای رفت آمد شماست و خیلی شلوغه. بهتره که قفس اونا رو یه گوشه ای از خونه بذارید، کمتر اونجا رفت آمد میکنید، اون موقع بهتر جفتگیری میکنن. دلیل بعدی اینه که پرنده بلد نیست جفتگیری بکنه، یا هم تجربه کافی رو نداره، یا کامل به سن بلوغ نرسیده و هنوز جوان هستش. یکی از دلایلی که شاید فکر کنید خیلی چرت و پرت هستش ولی در واقع خیلی مهمه اینه که چوب نشیمنگاه یا قفس پرنده نداره و یا خیلی نازک هستش و 2 تا پرنده نمیتونن روش تعادل کامل رو داشته باشن، چون پرنده ها تو جاهای با ارتفاع زیاد جفتگیری میکنن. کلا پرنده ها اینجوری هن که از جاهای کم ارتفاع خیلی میترسن و دوست دارن جاهای با ارتفاع بالایی رو انتخاب بکنن، مخصوصا برای درست کردن لونه‌شون. دلیل دیگه اینه که پرنده شما عقیم هستش و نمیتونه جفتگیری بکنه، یا یه نقصی توی بعضی از اعضای بدنش مثل ناخن یا حالا انگشت پا باشه و پرنده ها و توتی ها بدون ناخن نمیتونن جفتگیری بکنن. گاهی مواقع هم ممکنه که پرنده نر خشونت زیادی رو به کار ببره و پرنده ماده نخواد با اون جفتگیری بکنه.
و آخرین دلیل اینه که پرنده شما مسن هستش و سنش زیاده و پیر هستش. اینا تمام دلایلی بودن که دو تا پرنده نمیتونن و نمیخوان با هم دیگه جفتگیری بکنن. دلایل زیادی هست ولی رایج‌تریناش همینایی بودن که بهتون گفتم. حالا بیاین چند تا راهکار برای این مشکلات رو بهتون بگم. چند تا راهکار برای مقابله با این مشکلات. اولش اینکه صبور باشین و هیچ وقت عجله نکنید. دومش اینکه یه نشیمنگاه و لونه مناسبی رو برای توتیاتون انتخاب بکنید. و سومین که بهتره که برای یه مدت پرنده ها رو از هم دور نگه دارید، تو قفس‌های جداگونه بذارید و جوری قرار بدین اونها رو که فقط صدای همدیگه رو بشنون و همدیگه رو حتی نبینن. و اصلا توی این مدت پرنده ها رو بیرون در نیارید و هرچی از با بازی توی قفس هستش تو قفس دوتا پرنده در بیارید، بیرون بیارید و یه مکان کم تردد اون دوتا قفس رو بذارید که همدیگه رو بخوان، همدیگه رو جذب بکنن. و حتما ویتامین های آ، د، س و ای رو به هر دو تا پرنده بدید، توی آبشون بریزین. بهتر که هر روز در میون بدین و بعد از اینکه اول نشانه تخم گذاری رو دیدید مصرف مکمل ها رو قطع بکنید و فقط از مولتی ویتامین استفاده بکنید. اینم از ویدیوی امروز. امیدوارم خوشتون اومده باشه. حتما ویدیو رو لایک بکنید، خیلی به من کمک میکنید. و اگه صدام یه جوری بود سرما خوردم چون یکی از سابسکرایبرها خواست که این ویدیو رو براش درست بکنم، مجبور شدم بیام امروز ویدیو بذارم. امیدوارم همیشه حال دلتون خوب باشه. خیلی دوستتون دارم. تا این ویدیو دیگه، بای.